سرخط خبرهای مهم. عفو 897 زندانی در تاجیکستان. هشدار سفارت تاجیکستان در ترکیه و از والدان در دوشنبه خواستند کودکان را به گردک نگذارند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم می‌گردد. امروز جمعه 21 مارس. در تاجیکستان عفو تقریبا 900 زندانی اعلان شد. فرمان را در این باره رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 20 مارس امضا کرد. در عرفه عید بین‌المللی نوروز جزای 897 محکوم شده بخشیده شده آنها از ادای من بعد جزا آزاد کرده می‌شوند گفته شده است در فرمان. مقامات بشردوستی، غمخوری با اویله و کودکان و نورسان را از دلیل‌های اعلان تصمیم نامور کردند. این فرمان نسبت به محکوم شده های تطبیق می‌گردد که برای صادر کردن جنایت‌های نه چندان وزنین، درجه میانه و وزنین از آزادی محروم کرده شده در مؤسسه‌های اصلاحی ادای جزا می‌نمایند. در تاجیکستان باری آخر ماه سپتامبر سال 2021 به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی قانون عفو قبول گردیده بود. طبق آن 11,500 کس از جوابگری جنایی و ادای جزا آزاد گردیدند. تا ماه ینور سال 2024 در زندان‌های تاجیکستان زیاده از 13,500 نفر ثبت شده است. آمار نه فعلا دسترس نیست. در رابطه با نارامی‌ها در ترکیه سفارت تاجیکستان در انقره از شهروندان جمهوری که در ترکیه قرار دارند دعوت کرده است که از اشتراک در چرابینی‌های عمومی در این کشور خودداری نمایند. این آگاهی‌نامه شام 20 مارس در صفحه فیسبوکی سفارت نشر شده گفته شده است در حالت پیش آمدن وضعیت غیر مقرری شهروندان تاجیکستان می توانند به نمایندگی دیپلماتی زنگ زنند. روز گذشته هزاران نفر در شهرهای ترکیه بر ضد بازداشت شهردار استانبول اکرم اماموغلو به اعتراض برآمدند. شهردار استانبول روز 19 مارس با اتهام فساد و یوری به یک گروه تروریستی بازداشت شده است. خبر داده می شود که در عموم در دایره این پرونده نزدیک به 100 نفر سیاستمداران، ژورنالیستان و صاحبکاران دستگیر شدند. اکرم اماموغلو رقیب اساسی رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان نام برده می شود که انتظار می رفت روز یکشنبه پیش آمد نامزدی خود را به انتخابات سال 2028 پیشبری نماید. با گزارش رسانه‌های ترکی در شهر استانبول در بنای شهرداری شعبه پلیس که اماموغلو پس از گفت و گفت در منزلش به آنجا برده شد و همچنین در بنای دانشگاه که یک روز پیش از بازداشت شهرداری دیپلم او را لغو کرده با همین طریق او را از امکان قانونی پیشبری در انتخابات پرزیدنتی محروم کردند، تظاهرات جریان دارد. رسانه‌های محلی این کشور خبر دادند که پلیس علیه اعتراضگران از تجهیزات ویژه استفاده می‌کند. جشن نوروز امسال هم با ماه رمضان همزمان آمد. رادیو آزادی در عرفه این جشن از راهگذران و مهمانان در شهر دوشنبه پرسید که برنامه‌های نوروزی آنها چیست؟ آن را در ماه رمضان چگونه پیشواز می‌گیرند و چه آرزوهایی برای دیگران دارند؟ در میان همصحبتان ما شهروندان ایران نیز بودند. در پی افزایش پروازها و برهم خوردن روابط میان تاجیکستان و ایران امسال صدها شهروند ایران به تماشای نوروز تاجیکستان آمدند و میگویند به فرق از کشور آنها نوروز در تاجیکستان نه یک عید خانوادگی بلکه دولتی و رسمی نیز هست. مو باغ لکمتی میریم یوردمش میکنیم اما چی خیلی فرمامون هم خیلی میکنیم که دیگه چیکار میکنیم. در خونه قید میکنیم نه کور میویم با همونجا که کنسرت بگذارم اونجا با تماشا میریم. اینم خیلی کارا. چی تمنیات دارید؟ خیلی مردم تن صحت عمر دراز بهبودی و همه طرفه تنج باشن پروردگار. ما فقط برای نوروز آمدیم که ببینیم مراسم نوروز تو تاجیکستان چجوری برگزار میشه. دوشنبه گذشته آمدیم یه هفته اینجا هستیم، بعد نوروز انشالله برمیگردیم ایران. بعد ایران چی گونه؟ مثلا اینجا بیشتر مراسم ملی و نوروزی گسترده تره، بیشتره. اونجا هم هست، اونجا هم همه برای خودشون تو خونه مراسم نوروزی میگیرن، هفسین میذارن، دید و بازدید میرن، مردم هم اونجا هم هست. تقریبا مثل همه. آره مثل همه. و نقشه من همین است که همراه اهل اویلم، نبیره هایم، ابیره هایم امروز
در کوچه ها در باغ ها در اون گلگشت هایی که امروز یک زیبایی اون حتی مملکت های پیش قدم ترین زیباترین را میموند همراه رفته قید کنیم بزم بازی کنیم خرسندی کنیم و این خرسندی یک عمر همچون خرسندی بهار نازنین سال در حیات و در خاطره ما نقش بنده. خیلی اویلان کردی، فرزانان کردی، مادر و پدر کردی، خانواده قید میکنیم. آره همه جا خیلی دولت تاجیکستان تزیینات زیبایی کرده، جاده ها مثلا مکان های تفریحی خیلی قشنگ شده و همه جا رو زیبا تزیین کردن برای نوروز، از نوروز استقبال کردن. امیدوار هستم تمام مردم جهان بالخصوص فارسی زبان های ما همیشه همچون جشن هایی را با پر از شور و شوق تجلیل نمایند و تمام فارسی زبان ها همیشه در کنار هم خوشحال و موفق باشند. میخواهم که در تمام جهان صلح پایدار باشد، چون که جنگ و نزاعی که امروز تمام مردم ها و تشویش آورده ایستاده است، اولش که همین جنگ از بین رود، صلح برقرار شود. آرزوی سلامتی، صلح و دوستی دارم برای همه مردم دنیا، علل خصوص برای تاجیکستان، برای ایران، برای همه فارسی زبانان، برای همه مردم دنیا. سرایستاد معارف شهر دوشنبه با نشر یک اظهارات از والدان در پایتخت خواسته است که به خاطر پیشگیری از صدمه‌های راه نقلیات و گم شدن کودکان فرزندان خود را ایدگردک نمانند. از پدر و مادران خواهش می شود که در روزهای تعطیل بهاری فرزندان را بیشتر به مطالعه اثرهای بدیعی جلب نموده آنها را نظارت کنند، گفته شده است در اظهارات. سامانه این نهاد نوشته است که طبق ماده 9 قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در عیدهای رمضان و قربان، اسرافکاری، زیاده‌روی، تقدیم شیرینی و عیدگردک منع است. همچنین این نهاد گفته است که در روزهای عید رمضان و عید قربان آراسترین دسترخوان‌ها با خوراک و شیرینی‌های زیاد، تقدیم تحفه و دیگر هدیه‌ها به کودکان منع است. بحث عیدگردک کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل سال 2024 بعد از رسانه‌ای شدن یک نامه وزارت معارف و مکتب‌های کشور داغ شده بود. این نهاد آموزگاران مکتب‌ها را وظیفه‌دار کرده بود که برای پیشگیری و از بین بردن عیدگردک چاره جویند. هزارها کودک در تاجیکستان در روزهای عید فطر و قربان، دو عید مسلمانی، به در خانه خویش و تبار و همسایه‌ها رفته آنها را با فرارسی عید تبریک میگویند و سوغاتی میگیرند. قرار است که شورای علما روزهای نزدیک سنه عید رمضان را اعلان کنند. و چون همیشه در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 21 مارس خبر می‌دهیم. 21 март عید نوروز جشن گرفته می شود که چون سال نو مردم فارسی زبان خاورمیانه هم معروف است. این یکی از مهمترین عیدهای تا اسلامی مردم تاجیک است و با قرار حکومت تاجیکستان به مناسبت نوروز هر سال چند روز تعطیل اعلان می شود. سنه با برابر شدن شب و روز راست می آید و بعد آن روزها کم کم دراز شده گرمی فرا می رسد. در کشورهای ایران و افغانستان نوروز را که باعث تحویل سال خورشیدی می شود سال نو هم می نامند. سازمان ملل متحد فوریه سال 2010 به نوروز مقام جشن بین المللی داد. 21 مارت سال 1947 با قرار شورای وزیران SSSR در دوشنبه دانشگاه دولتی تاجیکستان تأسیس شد که 10 سال بعدش به نام لنین گذاشته شد. از سال تحصیل 1948 اولین دانشجویان به این مؤسسه داخل شدند. آن زمان همگی 4 فاکولته عمل میکرد که متخصصان را در بخش‌های گئولوژیا، بیولوژیا، تاریخ و فیلولوژیا و فیزیکا و متماتیکا تیار میکرد. اولین رکتور ظریف رجبов تاریخ شناسی معروف بود. از سال 2008 اسم اونیورسیتت دانشگاه ملی تاجیکستان شد.
21 марти соли 1911 яке аз устодони калони шашмақоми тоҷик Фазлиддин Шаҳобов таваллуд шудааст. оҳангсоз, мусиқишинос, ҳофизи халқии Тоҷикистон ва барандаи ҷоизаи ба номи рӯдаки аз ҳофизони маъруфи давр шинохта мешавад. бештар бо танбур тарона иҷро мекарду аз таблиғгарону муҳаққиқони жанри шашмақом буд. субҳи имрӯз қурби рубл нисбати дирӯз 1 сомонӣ поин рафта 1000 рубли русӣ ба 128 сомонӣ баробар шудааст. бонки миллӣ ҳамчунин 100 евро ба 1185 сомонӣ ва 100 долларро 1092 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. бо истифода аз фурсат шуморо бо иди баҳор, наврӯзи хуҷастапай муборакбод гуфта ба хонаводаи ҳар яки шумо файзу баракат ва бахту саодатро таманно дорам. бигузор дастурхонатон ҳамеша пурнозу неъмат ва гирди он пайвандонатон сарҷамъ бошанд. ҳар рӯзатон наврӯз буд, наврӯзатон фирӯз буд.